اینو فقط تمرین کنین. هر وقت اینو تونستین همینجوری که من دارم با همین ریتم بدون وقفه کار کنین، بعد میتونین شروع کنین به کار کردن. سلام، شهرزاد محمدی اومده مدل مردونه‌ای که خیلی تقاضا داشتین و بهتون امروز آموزش بده. بریم ببینیم. خب ببینید، جلوی سر رو 3 قسمت کنین. اگر به کلیپس نمیاد هیچ اشکالی نداره. من الان چون مویشون بلند بود این قسمت تاپ سرشون رو کلیپس زدم که حالا شما یه مقدار براتون دیدتون یعنی منظم‌تر بشه، راحت‌تر یاد بگیرین. اینم که پشت سر. خب حالا شروع می‌کنیم. لازم نیست ما رو به هم بچسبونیم با شونه. از پایین شونه دندونه درشت. اگر که دندونه‌های شونه‌تون خیلی ریزه یه مقدار سخت کار خواهید کرد. ببینید حتی درشت‌تر میشه. من با این کار میکنم. هرچی درشت‌تر باشه شما راحت‌تر شونه حرکت میکنه و سرعتتون میره بالاتر. خب ببینید ما توی 3 یا نهایت 4 بار بعد این مسیر رو از پایین تا بالا بریم. نگاه کنید. یه چند تا نکته داره. اینکه شونه رو به این شکل نگه می‌دارین، خب، و از پایین میبرید توی مو و حالا بهتون میگم با قیچی بچه کار بکنین. وقتی که قیچ شونه قراره بیاد بیرون به حالت ببینید انگار یه سی انگلیسیه، میبینید اینجوری میره توی مو، با این حالت برمیگرده. حالا نگاش کنین. ما اول لایه رو میزنیم، دوباره میایم، دوباره میایم. هر دفعه این شونه میره پایین، از جای قبلش 1 سانت بالاتر مو رو میگیره و کات میکنه. حالا اینکه چقدر میخواین از کف سر فاصله داشته باشه اینو خودتون تعریف میکنین. این چقدر سریع و راحت زده شد. اینکه خودتون ببینید میخواین نزدیک به ریشه باشه، اگه میخواین نزدیک به کف سر باشه نگاه کنید شونهتون اینجا میچسبه به کف سر، حالا اینجا گردن، اینجا هم کف سر، ولی لبش باید به سمت خودتون باشه. هیچ وقت شونه کامل چسبیده به سر کار نکنینا، کارتون خراب میشه. پس یه بار دیگه ببین شونه دوباره میره یه ذره پایین تر ولی یه ذره بالاتر رو میگیره. فقط حرکت شونه مهمه، چون قیچی که داره کار خودش رو میکنه. و قسمت بالا رو میتونین یکم بیشتر بکشین به سمت خودتون که اینجاش کوتاه نشه. اگرم که خواستن کوتاه بشه که این کار رو راحت انجام بده. ببین چقدر ردیفش قشنگ شد. حالا میام این ردیف کنار مو کاملا مرطوب. ببین من الان از این بغلیام دارم توی قیچی میگیرم، اینی که چند لحظه قبل زدم، چون باید در راستای اون بزنم. ببینید و تمام. دوباره این کار رو چندین بار انجام میدم. مو کاملا مرطوب. یه چیزی که بهتون بگم قبل از اینکه اصلا شروع کنین یه بار یه شخصی رو بزنین یا سرمایه‌کن یا حالا هر مدل دیگه ای رو سمپلی، اینو فقط تمرین کنین. هر وقت اینو تونستین همینجوری که من دارم با همین ریتم بدون وقفه کار کنین، بعد میتونین شروع کنین به کار کردن. ببینید حالا دوباره این بر یه 2-3 بار این مسیر رو باید برید دیگه، یک بار نه. دوباره میام. حالا این سمت ببین همینجوری باریکه هایی که حدودا پهنای 4 سانت تا 5 سانت داره. این سمت که میاین مراقب گوش باشین. خیلیاتون میاین اینو از این قسمت میگیرین. نه، انگشتای شما باید همین 2-3 سانت گوشه شونه رو بگیره و ببینید مورم از اینجا نگیرین، چون دستتون ممکنه در معرض قیچی شدن قرار بگیره. میبینید؟ پس ببینید دور کار میکنی. مثلا این سرعتت هم زیاد میشه وقتی که شونه رو منتهای علیهش رو میگیری. ببینید دوباره میام. اگر اینجا هم پهن بود 2 قسمتش میکنی. و در نهایت این قسمت و این قسمت رو دوباره یک بارم از این سمت. اون سمت هم همین کار انجام میدی و بعدش با شونه‌ای که دندونه ریزتری داره موها رو کامل مرطوب میکنی. بذار از پشت سر شروع کنم. قد پشت سر رو تعریف میکنی. معمولا رستنگاه دیگه، حالا اگه کسی بلندتر هم خواست میتونید بزنید. بعد دوباره اینا رو کامل با نوک قیچی اگه مو اضافه‌ای بود تمیز کنین. این زیرا رو اگر تریمر داری خط زن که خیلی با اون تمیزتر و بهتر میشه.
و بعد دوباره میای گوشو میگیری پایین، موها رو به سمت گوش شونه میکنی، رستنگا رو نگاه میکنی، 1 سان، نیم سان، 2 سان بلندتر از رستنگاه میزنی. مراقب باش توی خود محل رویشمون نری. همین، خیلی مراقب باش. 1 سانت 1 سانت 1 سانت 1 سانت برو، مراقب گوش باش. و این قسمت که میرسی ببین، نگاه کن، اول بیا از روی گوش، از بالای گوش، میگم خیلی احتیاط کن. و بعد که این قسمت رو انجام دادی، این قسمت رو انجام دادی، حالا بیا پشت گوش، گوش رو پایین نگه دار و ریز ریز دایره وار بزن. تو قبل از اینکه قیچی رو بخوای ببندی مطمئن شو که اگه ببندی یه وقت پره گوش رو نمیبری، خیلی مطمئن باش. ببین این تیغه پایینی همیشه یه ذره بیاد قبل از بسته شدن بیاد بالا که پوستم قیچی نکنه. این قسمت هم حالا هر چقدر میخوای میتونی مرتب کنی. و دوباره این لبه های پایین رو میتونی کات بکنی. هر جا موی خیلی ضخیم بود و نگران رد قیچی بودی میتونی نوک گیری کنی، یعنی پوینت کات بزنی، یعنی به جای این مدلی اینطوری کار بکنی. خب ببینید این نیمه چقدر قشنگ شد، ببینید این معرکه شد. به همین راحتی میتونی یه مدل مردونه هم برای خانم و هم برای آقایون انجام بدی. اون سمتش هم من انجام میدم. من میام قسمت سقف سرش رو بهتون نشون میدم. بچه‌ها اینجوری هم میتونید چک کنین. میبینین حالا چون حجم مو کم شده من دیگه با شونه کوچیک‌تر هم میتونم کار بکنم. این دیگه نیاز نیست واقعا، ولی حالا من چون روی کوتاهیام خیلی حساسم. بعد اینو دیگه به این شکل نمیزنی ها، من فقط نگاه کن میگم اصلا این مرحله رو میتونی نداشته باشه، هست. دوباره میای اون ور گوش و اینا رو همه رو مثل همین مرحله که این ور بهت گفتم میزنی. فعلا تا این مرحله شو داشته باش تا بقیه‌اش اون ور رو بهت بگم. خب این ور سرم زده شد. حالا میام این قسمت بالای سر رو مرطوب میکنم، از وسط نصفش میکنم. اینو 2 جور میتونید بزنید، میتونید همین ادامه رو بدین، ولی معمولا بهتره که این شکلی که من میگم کات بکنید. 2-3 سانت این ور، 2-3 سانت این ور، یعنی همین موی که الان بسته شده بود بیارین بالا با موهای بغلی. میبینید این کوتاه‌ترین موهایی که کنار هستن، صاف نه، کمی حالت گرد. ببینید چرا؟ چون گردی سر رو میخوایم دنبال کنیم. میبینید الان این به بغلام ربط داره. بازم حتما یه بارم میارم، نگاه کنید یه گپ کوچولو دیدین، دوباره یه بار دیگه گپش رو ببینید. کامل نمیبرم ها، گرد فقط ربط میدم. دوباره لایه بعدی موها رو بالا میبرم. عقب هم نیارین، اگه بیاین عقب جلوی مو بلند میشه. اگه میخواین جلوی مو بلند بشه موها رو بکشین به سمت عقب، اگر نه همینجا به سمت بالا ببرین. من برای ایشون خیلی کم میارم. عقب نگاه کنید، این موی قبلی که چند لحظه قبل زدم. دوباره اینو میزنم، یه بار میارم این ور، یه بارم میام این ور، دوباره ادامه میدم، یکم سرشون رو میارم هم. خب پس یکم برای این قسمت فقط جلوی سرشون دستم میکشم به سمت خودم. اگر نه که میگم سر جا این خودش باعث میشه یه مقدار طول ما افزایش پیدا کنه دیگه، وقتی از یه سمت دیگه کشیده میشه میاد. نگاه کنید، بیاین جلوی اینو ببینید. از جلوی سرم میتونید وایس بدن. نگاه کنید این کوتاه‌ترین قسمتی بود نه. یه من راحت ترین روشه مدل مردونه رو بهتون آموزش دادم. امیدوارم که این آموزش رو دوباره نرید سرتون کلا بذارن بخرینش، چون این رایگان توی یوتیوب من گذاشتم و واقعا اگر خواستین توی پیج من هم وارد چین و کلا هر فضای دیگه ای گفتن فیلم‌های آموزشی شهرزاد محمدی، شماره کارتی که بهتون میدم بعد اسم فامیلی من باشه شهرزاد آقا محمدی، و اینکه شماره تلفنی که اصلا کلا میتونین خرید انجام بدین 0912 0710 760. خب ببینید بچه‌ها اینجا کار تموم میشه. برای موهایی که تارهای درشت و پرحجمی دارن قیچی تکسچر خیلی خوبه که استفاده بشه، چه برای آقایون چه برای خانوما. شونه دوباره کف سر، ببین الان مو کوتاه شده، من میتونم با همین شونه هم کار کنم. میبینین باز شونه همون حرکت رو انجام میده. این قیچی تکسچر دندونه دار میاد یه بار از عمق مو من زدم، یه بار دارم برای مرحله بعد
رو نوک میزنم. بیاین من یه بار دیگه حرکت آهسته‌شو از نزدیک بهتون نشون بدم. ببینید این یه بار عمقشه، یه بار نوکشه. میتونید کلا یه بار عمقی برید بالا، یه بارم دوباره برگردین روی نوک بزنید. بعضی از موها اینقدر تاراج ضخیمه، اینقدر حجمش زیاده که این کارو چند بار باید انجام بدیم. من برایشون هم یه بار کافیه. حجم موهای پوری متوسطی دارن در واقع. اگر این قسمت سر بعضی اینجا خیلی کم پشته، دیدین کم پشته نمیخواد این کار انجام بدین یا فقط یه دونه توی نوک انجام میدید. ببینید چه قشنگ میشه. مو سبک میشه، بدنم که میخواد رشد بکنه، یعنی چند زمان دیگه اصلا به هم ریخته نمیشه. معمولا این قیچی تو این قسمت ها پس سر اونه که پیچ تاپ دارن همینجا توی ریشه بیشتر باید بزنید. همینجوری کل مو رو همین کار رو انجام میدیم و در نهایت این قسمت بالای سرم همینطور. ببینید یه بار بزنم، یه بار از 3 سانت مونده به نوک، یه بار 2 سانت، یه بار 1 سانت، یه بار هم نیم سانت. با توجه به حجممون میگم اگه حجم کم بود کمتر میزنیم یا اصلا نمیزنیم، حجم زیاد بود بیشتر میزنیم. دقت کنید همه جا رو قیچی تکسچر ببرید و توی قسمت چتری هم مخصوصا برای خانوما اگر که موها بلندتر باشه، چون ببینید من بلندتر زدم، تکسچر رو بیشتر انجام بدین. میگم مگه اینکه موها خود کم پشت باشه، چون اگر که مو ضخیم باشه بعد وای میسه، سنگین وای میسه، هی سر میخوره میاد توی چشم. نگاه کنید بچه‌ها، من به این شکل اینو مرتبش کردم. حالا برای آقایون خب بیشتر زده میشه، البته بعضی از آقایون جلوهاشون بلنده. امیدوارم اگه برای آقایون کار میکنین، برای پدرای محترمتون، برای همسراتون دقیقاً این فیلمو چندین بار ببینید که هم خودتون خیلی با دقت و قشنگ کار بکنید، نه هم خودتون رو سفید کنید هم منو. چون آموزشای من واقعا جای هیچ ایرادی یا هیچ چیزی رو جا نمیذاره، چون با دل و جون تدریس میشه و افتخار میکنم که این همه هنرجوی حضوری و غیر حضوری دارم. دوره‌های پیکسی کامل، یعنی پکیجایی که کاملا همه سک پیکسی یا مدل‌های کوتاه رو درس دادم هستش، میتونید تهیه بکنید. از پیج خودم شهرزاد محمدی آندرلاین هرکات 1 یا هرکات 1 میدونید که من ترکیب رنگم درس میدم و تکنیکای خیلی حرفه‌ای رنگ و لایتو که اونم پیجم شهرزاد محمدی آندرلاین آکادمیه که پکیجای خیلی خاص اصول 6گانه ترکیب رنگ‌ها رو اونجا آموزش میدم، طوری که کسی که مبتدیه یا کسی که میخواد تدریس بکنه خیلی سریع و راحت میتونه به طور معجزه آسا، واقعا رو پکیج ترکیب رنگم میگم معجزه، به صورت معجزه آسایی ترکیب رنگ‌ها رو فوق‌العاده عالی درس بده، یاد بگیره. حالا یا مدرس هم هست که بتونه راحت تدریس بکنه. خب ببینید حتما پشت سر میستین، اول میانه رو میزنید، بعد میرید به طرفین، حواستون باشه گرد نکنید، بعضی دستتون سری گرد میشه. اگه گردن خیلی کشیده است، لاغره، رستنگا بالاست، خیلی بالا نریدین خطو خیلی با احتیاط. بعد برای خانوما اینا رو برگردونید، 2-3 میل اول موریزه ها رو معکوس بکشین بهتره. اگر میترسی خراب بکنی تازه کاری، لازم نیست این کار انجام بدید، یعنی معکوس. خب میام این بغلم ببین، بعد اینجا با لبه کار کن، 2 جا هست باید با لبه کار کنی، یه دونه هم دور گوش. خیلی با احتیاط، حواست باشه یهویی دستت نه اینجا رو کار کنی دستت بره اینا رو بگیری اینا رو خراب کنی. این یه تیکه فقط احتیاط میخواد، دور گوش با لبه، این قسمت هم با لبه. ببینید چقدر عالی شد. امیدوارم که شما نوید استفاده رو ببرید.
بچه میدونید که وقتی میچسبیده به گردن میخوای سری کنده بشه با همین خط زن روی همون موها رو میبری، یعنی اینکه لازم نیست حتما ریشه مو باشه، موهای چسبیده به گردن هم میتونید ببرید، ولی در نهایت که با باد سرد سشوار هم میتونید کار انجام بدید. موقعی که دارید مو رو براشی میکنید کلا اون موها میپره روی گردن. ببینید مو چقدر سبکه، اینا نتیجه تکسچره. تمرین بکنین، گفتم که اون بازی شونه قیچی رو تمرین بکنین، بزنین ریتمش دستتون بیاد اون حرکت شونه، بعد شروع کنین. میتونید جلوی موها رو کوتاه‌تر بزنید، میتونین با براشینگ حتی فرق هر سمتی که میخواین حالت بدین. خب اینم از همون مدل مردونه که انقدر تو کامنت ها نوشته بودین. اگر باز مدل دیگه ای مد نظرتونه که آموزشش رو میخواین برام اینجا کامنت کنین. نظراتتونم باعث انرژی بیشتر و گذاشتن ویدیوهای بیشتر میشه. ما رو به بقیه دوستاتون معرفی کنین، سابسکرایب یادتون نره.